9 سپتامبر سال 2021 جمهوری دولت جوان صاحب استقلال تاجیکستان 30 ساله میشه. مثل جوانی که به کمالات 30 سالگی میرسد. طرز زحمت کشیم که انا در همین 30 سال وطنمان را کمی هم باشد آباد کنیم، بنیاد کنیم، سازیم. به نسل‌های آینده به نورسان و جوانان، به فرزندان خود یک ملکی آباد میراث گذاریم. وگرنه از ما شما چی باقی میماند به نسل آینده؟ لیکن یک گوشه را آباد کرده باشی، یک نهالش رانده باشی، یک جای را بنیاد کرده باشی، وی 100 ساله ها میماند. یعنی کردن بزرگای گذشتگی ما شما، پدر و مادرای ما شما زحمت کشیدن، ما هم زحمت کشیدن ما در کار، ما هم شناندن ما در کار، ما هم آباد کردن ما در کار که نسل های آینده، فرزندان ما شما، نبیرگان ما شما از آن بهره برند. شکر که ما دولت داریم، وطن داریم. شکر گوییم، به قدر این وطن داری رسیم، شاهیبی کنیم، آباد کنیم، بنیاد کنیم. البته ما 1001 پرابلم داریم. در 1 سال و 2 سال همه او را برطرف کردن غیر امکان است. وقت در کار و فرزندان بننگ ناموس، مردمی فرزندان فدایی به این ملت و به این تمدن و به این سرزمین اجدادی خود. صدقاً دوست داریم هر جایی که باشیم اتفاق باشیم، زبان شیرین داشته باشیم، با یکدیگر مهربان باشیم، دست یکدیگر را در تنهایی در روزهای سخت دست یکدیگر را گیریم. اگر مردم، خلق این سیاست را دستگیری نکند، تنها یک رهبر دولت هیچ کار را انجام داده نمیتواند. من شکر میکنم که پای این قدر سال این خدمتی تنها رهبر دولت نیست، این خدمتی کلی مردم تاجیکستان از خرد تا بزرگی مردم تاجیکستان است که این سیاست را دستگیری کرده به این روز رسیده. من به شما احسان و آفرین یک جهان تشکر میگویم، منتداری صمیمی خود را بیان میکنم. سلامت باشید. احسان، آفرین.